مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی میزنه میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز هم قصد داریم که در برنامه پشت پرده آخرین جزئیات از تصمیم جنجالی تتلو برای برگشتش به ایران رو برای شما راجع به صحبت بکنیم. یه سری موضوعات رو می‌خوایم تو این ویدیو برای شما افشاگری بکنیم و اینکه یه عده این وسط ماهی خوردن فاز کوسه گرفتن. یعنی ما تو این چند روز گذشته هی سعی کردیم راجع به این قضیه سکوت بکنیم. من دیدم یارو گوزو پشمک دوله که فقط لات مجازی برای ما شروع کرده لایو گذاشتن، اون یکی فاضلاب مجازی برای ما رفته استوری گذاشتن، این به ما فوش میده، اون به ما حرف میزنه. آره امین فردین اگه تتلو برگرده ایران مقصرش تویی و کارما تو رو میگیره. کارما کسی رو میگیره که شاش میکنه رو دختر مردم. کارما کسی رو میگیره که دست رو ناموس مردم بلند میکنه. شما اونو میبینی یاد کارما نمیافتی؟ وقتی من میام افشاگری میکنم که این دست رو ناموس مردم بلند میکنه، حالا یه میگن آقا داد نزن، با آرامش صحبت بکن. وقتی من افشاگری میکنم که آقا یکی داره دست رو ناموس مردم بلند میکنه، شاش میکنه رو دختر مردم، میگه بیا آب منو بخور، موهاشو میزنه، به زور میگه تتو بکن، هزار تا کثافت کاری میکنه، اونو کارما نمیگیره. آقا من اینو هم بگم به جان مادرم، به جان عزیزترین کس زندگیم، حتی 1% از سلولای بدنم راضی نیست که تتلو برگرده ایران، چون اگر برگرده ایران قطعا اعدامش میکنن. من به اعدام کسی راضی نیستم، اما اینم دلیل بر این نمیشه که من پا بذارم روی هر چیزی رو بخوام عدالت رو زیر سوال ببرم، بی‌ناموسیگری یک آدم رو زیر سوال ببرم. اصلا شاید همه اینا فیلم باشه که من میگم فیلمه، میخواد اون مظلوم نمایی‌ها رو بکنه که اون بی‌ناموسی‌هاش شسته بشه بره. چرا به این ور قضیه نگاه نمی‌کنید؟ بعد طرف میگه آره، حالا جزئیاتش هم میگم. نمیدونم دیروز رفت بردنشون کمپ مهاجرها که حالا برش کردن ایران. حالا هم صحبت کنم، اما یه سری نکات بعد این وسط شفاف بشه. یه سری آدم ها این وسط اومدن دارن زرزر میکنن و دارن خودشون رو رفیق تتلو میدونن، در صورتی که تتلو حداقل در طول این 3 سال گذشته جز تنها ترین آدم های روی کره خاکی بوده و کلا 5-6 تا دوست بیشتر نداشته. و من و سید ناصر که هلند بود هستش الان، جز محدود رفیقای تتلو بودیم. تا حالا من خیلی دوست دارم اینو با دقت این صحبت‌های منو گوش بدید. به این نکته توجه کردید که تتلو هیچ وقت به من و سید ناصر تو سوشال مدیا توهین نکرده. همیشه احترام ما رو داشته، به خاطر اینکه باید هم احترام میذاشته. الان دیدم یه عده دارن فاز ور میدارن استوری. داداش تو 3 سال پیش که تتلو نون نداشت بخوره، پول نداشت کرایه خونش رو بده، پول زندگی عادی رو نداشت، شما کجا بودید؟ من واقعا یه سوال مهم دارم. الان واسه من فاز تتلیتی ور میدارید، گوز میکنید، چوسی میاید. من تو استوریام هم گفتم در طول این 3 سال گذشته من و سید ناصر که میگم ما، بقیه خودشونو قاطی نکنن، به تنهایی به امیر تتلو 10 میلیارد تومان کمک کرد. به تنهایی. بله دیگه، آدم وقتی به کسی کمک میکنه هار میشه و رفاقتانه هم این کارو کردیم. حتی یک بار من به تتلو نگفتم منو تگ کن تو یوتیوبش. اصلا برید شما نگاه بکنید تو طول 3 سال گذشته آیا یک بار من رو تو یوتیوبش تگ کرده؟ آقا باید طرف برای آدم یه نفعی هم داشته باشه دیگه، سودی هم باید داشته باشه. پول مفت رو گرفته، داده مواد، داده تتو، هار شده، دست رو ناموس مردم بلند کرده. البته اینها هم برمیگرده به اختلالات روانی که از بچگی با این آدم بوده و الان خودشو نشون داده. بعد شما نگاه بکنید هر آدمی که نزدیک تتلو بوده مورد عنایت این آدم قرار گرفته.
علی صلاحپور تا همین لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از $200,000 در کنار تتلو ضرر کرده دوستان. نمیاد صحبت بکنه. سیاوالتون با $1,000,000 ضرر کرده. همون کوروشی که الان داره اینجوری ازش تعریف میکنه خودش میدونه تتلو چه ظلمایی بهش کرده. آرمین هاشمی، نمیدونم، یعنی تمام آدم هایی که در طول این خود همون امیر دیوا، خود همین معراج، یعنی شما هر کسی رو میبینید به این آدم لطف و محبت کرده، محبت این آدم ها رو وظیفه دونسته. فکر کرده آدم ها وقتی بهش محبت میکنن خدنگشن. بعد یه آدم های دیگه، آقا فایتر همیشه باخته رفته بود لایو گذاشته بود، آقای فایتر همیشه باخته خوب گوش بده به حرف من. یادت رفته تو کلاب هاوس تتلو با پویان مختاری لایو روم گذاشته بود، تو اومدی توی روم خصوصی گفتی تتلو منو تحویل نمیگیره فلان اینا، این چقدر بی‌معرفت. اصلا تتلو خودش علنی اومد گفت این یارو پسر رو بندازید بیرون از توی روم. یادت رفته اینا رو؟ بابا دیگه من وقتی سکوت میکنم تو ماهی میخوری فاز کوسه برمیداری؟ واسه بقیه میتونی شما لات بازی من فایترم میزنم. دیروز چرا تو تماس کال خصوصی نیومدی؟ چرا تو تماسای خصوصی یه چیز دیگه اید؟ توی لایواتون یه جور دیگه میشید. بیاید تو خصوصی بدید کی لات‌تر از بقیه است. میدونید من وقتی نمیام یه چیزا رو نمیگم، وقتی یه چیزا رو رسانه‌ای نمیکنم، یه عده جو و توهم میگیرتشون، بقیه تگشون میکنن میگن سلطان میگفته بابا بشین سر جات سلطان میکنی. امیر تتلو میخواست در آلمان کنسرت بذاره، هیچ کدوم از این برنامه‌گذارا خایه نداشتن 1 سنت به امیر تتلو پول بدن. بیان نزدیکای تتلو بگن من بدون قرارداد چقدر به تتلو پول دادم. علی صلاحپور بیاد بگه، امیر دیوا بیاد بگه، همون معراج بیاد بگه، فایتر همیشه باخته بیاد بگه، آرمین هاشمی بیاد بگه، مسعود جمالی هم بیاد بگه امین فردین بدون قرارداد به تتلو چقدر پول داد. بعد میگن مسئله رو شخصی کرده. بابا کجا مسئله شخصیه؟ دست رو ناموس مردم بلند کرده، رو ناموس مردم شاشیده، میشه مسئله شخصی. ما جز لطف و محبت به تتلو هیچ کار دیگه ای نکردیم. اگه من و سید ناصر نبودیم تتلو 3 سال پیش خودش رو دیپورت میکرد ایران. به لطف حمایت های ما بوده 3 سال بیشتر تو ترکیه مونده. ولی من وقتی طرف خط قرمزمو رد بکنه، دست رو ناموس مردم بلند بکنه، میگم شاشیدم تو رفاقت و پول. بابا ول کن. چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا بی‌ناموسیگری رو مسئله عادی میدونید؟ فایتر همیشه باخته رفت خونه تتلو تو ترکیه، بعدش برگشت گفت داداش این امیر تتلو چه آدم بی‌معرفتیه، اون سحر قریشی چه آدم بی‌ادبیه، با ما سلام علیک نکرد. تو نمیدونستی تتلو توی خونش اجازه نمیده کسی زنش رو ببینه؟ ما هیچی نمیگیم به آدم ها، هیچی به آدم ها نمیگیم، احترام آدم ها رو میذاریم، جز بی احترامی هیچی نمیبینیم. اینا رو اومدم گفتم چون اومدی یه جا تو مجازیش که من مجازی نیستم مثل بقیه، لات بازی هم نیستم. بیا تو خصوصی زنگ بزن، پانیک هم نگی. فاز دیروز بعد لایو گذاشته بودن، بعد لایو یه تماس گروهی گرفته بودیم، اومده بود من پانیک گرفتم حالم بده بیمارستان. به یه ورم حالت بده. چجور تو لایو جلو 40,000 نفر میومدی میگفتی امین فردین دهنتو ببند؟ گوزو تو کی اصلا بخوای من بگی دهنتو ببند یا نبند؟ تو چیکاری اصلا بخوای؟ مگه تو رئیس منی بخوای به من بگی دهنتو ببند یا نبند؟ یه آدمی وقتی بی‌ناموسی میکنه، من نه تنها دهنمو باز میکنم، اینم هم میکنم تو دهن کسی که بخواد بی‌ناموسی بکنه. ولی از اون طرف اصلا دلم نمیخواد امیر تتلو بلای سرش بیاد، ولی کارما باید بگیرتش. از اون طرف اصلا دلم نمیخواد که این آدم برگرده ایران، اما هر حسابی کتابی داره، هر چیزی برای خودش قانون و قوانین داره. این دنیا بر پایه قانون و قوانین نوشته شده. برای من فکر میکنین عادی بیام جلوی دوربین از یه آدم معذرت خواهی بکنم؟ شماها با نمیدونم سکینه سبزی فروش و عباس تشتک و مسبا تشتک گشتید،
فکر کردید با 2 تا داد و بیداد اینجوری بکنید همه خواهاشون میچسبه. داشت یک کشور دنبال ما بود، برای ما اینترپل زد، تخم ما رو هم نتونست بگیره. بعد شما دارید این برای ما لات بازیش میکنید این قضیه رو. شما یه آدم‌های مفبری هستید که 3 سال تتلو توی بدبخت‌ترین شرایط داشت زندگی میکرد و فقط شما مفت این آدمو میبردید. 1 سنت هم به این آدم کمک نکردید. من اگه رفیق نبودم ما یه گروه شخصی داشتیم، من و تتلو سید ناصر تو تلگرام. من اگه آدم بی‌معرفتی بودم وایسای تتلو رو براتون پخش میکردم، ویدیوهاشو پخش میکردم. مگه من کم وایس دارم از تتلو که تو گروه هامون گذاشتن؟ قابل توجه اونایی که میگن امین فردین وایس اینو اونو پخش میکنه، صدا اینو اونو پخش میکنه. گوزو شما اصلا بقال سر کوچه‌تون هم نمیشناسن دیگه. ما تتلو که معروف‌تر نداریم که. یک دونه از وایساش، یک دونه از ویدیوهایی که برام فرستادن پخش کردم. اتفاقا من خیلی آدم رفیق بازیم. من دلم برای اون آدم میسوزه. اون آدم مواد و تتو نابودش کرده، مخصوصا مواد. اون آدم تا مواد رو ترک نکنه بهتر نمیشه. الان هم اومده بود گفته بود که یا باید من $100,000 بدید یا من برمیگردم ایران. امثال شما خدنگایی که الان میگید سلطان این آدمو بدبخت کردید، آدمو متوهم کردید، آدمو جو زده کردید، این آدم رو بردیدش توی لاین دیگه. اگر این آدم یه تصمیم اشتباه بگیره مقصر 100% شمایید و شما رو کارما میگیره. من نمیدونم چرا من هر روز داره زندگیم پیشرفت میکنه کارما منو نمیگیره، ولی شما هر روز دارید بدبخت‌تر و بیپولتر و بیچاره‌تر میشید. آسیبش هم تو زندگیاتون دارید میبینید. به خاطر اینکه یه آدمی که خوابش رفته رو میشه بیدار کرد، اما یه آدمی که خودش زده به خوابو نمیتونید بیدار بکنید. به من درس کارما ندید. اگر بخواد کسی رو کارما بگیره، کارما رو اون آدمی میگیره که شاش کرده رو ناموس مردم، کتکش زده، موهاشو زده، 1000 تا بدرفتاری کرده باهاش. اونو بعد کارما بگیره، نه منو، نه امثال منو. من که دارم کار رسانه‌ایمو میکنم، دارم فعالیت رسانه‌ای خودمو میکنم. من دیدم تو این چند روز گذشته شماره منو پخش کرده بودن تو گروه‌های تلگرامی. بابا امیر تتلو که امیر تتلو به خودش اجازه نمیده به من بی‌احترامی بکنه، بعد شما تو تلگرام بیاد به من بی‌احترامی میکنید. گوزوا. امیر تتلو میدونه من همین یوتیوبی که داره ازش کسب درآمد میکنه به خاطر راهنمایی‌های من بوده. تمام نزدیکای تتلو هم میدونن موقعی که تتلو منفور شده بود، موقعی که تتلو همه فوشش میدادن، هیچ رسانه‌ای باهاش مصاحبه نمیکرد، هیچ رسانه‌ای باهاش صحبت نمیکرد. من تو رسانه‌ام با راجع به این آدم صحبت کردم. یه قانون تو رسانه من وجود داره. من پامو روی عدالت نمیذارم که بخوام عدالت رو بذارم کنار و رفاقت بازی بکنم. بیا نزدیکای تتلو بگن دیگه، آقای سلاپور هست، امیر دیوا هست، کوروش هست، اینایی که تو این چند سال خونه تتلو بودن. جز احترام ما به این آدم میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد بکند. خوبی که از حد بگذرد. بابا من پدرم تو ایران مای 12 میلیون 15 نمیدونم تو دیروز میگفت 12 میلیون پول دست منو میگیره، پول دستشو میگیره بعد 30 سال کار کردن برای اون سیستم. پدر من پولو میدادم به پدر خودم مادر خودم، یوم دعا میکرد دادم به یه آدم معتاد تتویی که هم خودش فوشم بدن، هم خدنگاش ما رو فوش بدن، هم طرفداراش ما رو فوش بدن. والا کسخل منم به نظرم، ناصره نه شما. بکنم ما اینجوریم که پولمون رو بدیم احترام هم نداشته باشیم بعد هم ما بشیم. امیر تتلو هم تصمیم شخصی بگیره خوش بخواد کاری بکنه بره ایران، که من بعید میدونم بره ایران. همین الانم بهتون بگم نماش مظلومم حالا، ولی میگم فرض محال نیست. بعد این گوزوهای مفبر همیشه در صحنه بیان فاز بگیرن بگن که بره کارما شما رو میگیره و بشین سر جاتون. امیر تتلو هم یه پرونده شکایت سفارت ایران رو داشت، دیروز دادگاهش برگزار شد، تموم شد، رفت به کارش و نامه دیپورتیش امضا کرده، گفته من میخوام برگردم ایران. این در حالیه که چندین تا پرونده باز همراه با سند و مدرک در ترکیه داره. شاکی‌های خصوصی به نوعی اومدن و تو این چند روز گذشته، اونم به خاطر صحبت‌های من سید ناصر، وقتی نمیایم صحبت بکنیم گفتیم آقا بذارید این آدم‌ها اصلاح پذیرن، بیاد شکایتتون رو پس بگیرید.
ولش کنید. انسان ها بخشندن. ما میگیم به نام خداوند بخشنده و مهربان. تو اول صحبتامون میگیم خدا که میبخشه، ما بنده اون آدمیم که دیگه. من نمیام اینو بگم آقا من رفتم صحبت کردم این آدمو رضایتشون رو پس بگیرن و این آدم خودش تصمیم گرفته میخواد بره ایران. ما نمیام هیچ چیزی رو نمیگیم، بقیه‌تون فاز ور ندارید. من اگه میام اینجا انتقاد میکنم، من یه زمانی تصمیم گرفتم از این آدم حمایت بکنم، اشتباهش رو دیدم اومدم ازش انتقاد کردم. این یعنی عدالت. تازه انتقادی هم که میگم شما خایمالشید. شما اگه این آدم حمایت بکنید به اون آدم ظلم کردید، چون بدیاشو ندیدید، بدیاشو بهش نمیگید. ولی اینها دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم یه کاری بکنیم که این آدم بره بالای درخت. بعد طرف میگفتش که آره این فشار رسانه‌ای تو که بزرگ بوده باعث شده که این آدم تصمیم جنجالی بگیره. اگر همچین فکری میکنی پس بترس از رسانه من. من اگر انقدر قویم که میتونم یه کاری بکنم که آدمی تصمیم این تیپی بگیره، پس حواست باشه یه دفعه خرخره تو رو هم نگیرم، زیر یخم تو نگیرم. چون اگه زیر یخم یه سری از این آدم ها رو بگیرم ول نمی کنم. الان انداختنش کمپ اصطلاحاً کسانی که خارجی هن، توزلا اگر اشتباه نکنم اسمش، و اونجا شرایط خیلی کثیفی داره. دیروز خبر عجیبی شنیدم در خصوص تتلو از طریق نزدیکاش، ولی حالا بهم گفتن که اعلام نکن. خبر حالا به نسبت نگران کننده ای هم بود، ولی خب چون گفتن اعلام نکن نمیتونم اعلام بکنم. ولی تا موقعی که رضایت یه عده رو نگیرن، حالا شاکی ها یه بحث یه سری پرونده های شکایتی هم داره که پرونده های مالیه و اونها باید و رضایتش گرفته بشه که این آدم اجازه بشه از ترکیه خروج بکنه، که اونها هم بعید میدونم حالاها بخوان نسبت به این قضیه کوتاه بیان و از پولشون بگذرن. اما آدم هایی که تو طول این 3 سال گذشته نبودن، امیر تتلو رو تنها گذاشتن و رفیق میکردن، حق ندارن الان هم بیان اظهار نظر بکنن. حق ندارن. اگه داری اظهار نظر میکنی و بیناموسی های این آدم رو زیر پا میذاری، آدم بیناموسی هستی. چرا این آدم ها رو دروغگو خطاب میکنی؟ اینا خانواده ندارن؟ اینا پدر و مادر ندارن؟ بعد جالبه من میام صحبت میکنم، میگن که چرا تو که آدمی هستی که ناموس میکنی، چرا راجع به بازیگرای خانم هم صحبت میکنی؟ دستتو اینجوری میکنی اونجوری میکنی. عزیز من، تو بی ناموسی که نمیفهمی اتفاقا این کار من حمایت از ناموس مردم. این کار من باعث میشه که دختر مردم، خواهر تو، مادر تو، نمیدونم دختر عموی تو یا عزیز تو، گول این آدم ها رو نخوره و بره تو اتاق تهیه کننده، بره تو اتاق کارگردان. ولی از اون طرف حمایت من از یه ناموس مردم دلیل برای نمیشه. ممکنه یه دخترم بی ناموس باشه، ممکنه یه دختر هم ظلم کرده باشه، دروغ گفته باشه. چون من خط قرمزم ناموس مردمه، پس یه زن اگر یه تخلفی کرد، یه دروغی گفت، نیام بگم؟ خب اگه اینطوریه ما دیگه در تمام رسانه ها رو تخته بکنیم، در تمام دادگاه هم تخته بکنیم، در تمام بگیم آقا خودمون دور همیم دیگه، ما خودمون همه حامی هم دیگه ایم. میگه چرا راجع به دختر مردم صحبت میکنه؟ کسی که داره دروغ میگه، یک کسی که داره ریا میکنه، یک کسی که داره فساد میکنه، من راجع بهش صحبت نکنم؟ من سحر قریشی ازش انتقاد کردم، ویدیوهاش هم تو یوتیوب هست. ولی یه جایی وقتی دیدم داره دقیقش ظلم میشه، اومدم ازش دفاع کردم. این میشه عدالت رسانه‌ای. این میشه توی ترازو قرار دادن یه سری اتفاقات. اتفاقا شماها دارید این موضوع رو شخصی میکنید. من دارم کار حرفه‌ای رسانه‌ای خودم رو انجام میدم. تتلو یه تصمیم شخصی گرفته به خاطر فاز مواد، نمیدونم گلش چیه، خودش رو آدم فضایی میدونه و آدم گنده‌ای میدونه و میگه تا به هم پول ندید نمیبونم.
ببخشید من اینجا سر گردن است داره به تو بخواد بیاد پول بده. همه شماهایی هم که الان فاز کوسه برداشتید تتلو یه دور ناموستون رو شسته. حداقل اینجا جرئت نکرده یه بارم راجع به ما بی احترامی بی ادبی بکنه. چون من مثل شما خدنگ و خایمالی آدم نه نیاز به معروفیت این آدم دارم، نه نیاز به فالوور این آدم دارم، نه نیاز به والا ما جز خدمت و لطفم به این آدم چیزی نداشته برام. حداقل الان دیگه میتونم بیام این حرفو بزنم. بعد من اگه آدم معروفی نبودم یا آدم درست حسابی نبودم، سلطانتون میومد با من رفاقت بکنه؟ آقا یه دو تا چهار تا دیگه. ببینید وقتی شما با یه آدم میشینی سر یه میز، از دو حالت خارج نیست. میگن همیشه با هم لول خودتون بشینید. یا اون آدم خیلی کوچیک و چیپه که هم رده شماست، اگر فکر میکنید اون آدم چیپه یا خود فکر میکنید ما چیپیم. اگر فکر میکنید که اون آدم خیلی گنده است، پس بدونید منی هم که رفتم سر این میز با این آدم نشستم، منم یه آدم گنده‌ای هم در حد این آدم. غیر از این نمیتونه باشه دیگه. شما همیشه آدم‌های هم لول کنار هم دیگه قرار میگیرن دیگه. ولی شماهایی که طرفدار تتلیتید، خیلیاتون حتی پیج سید ناصر هم نمیشناسید. اصلا نمیدونید پیج اینستاگرامش چیه. آقا من اوکی، من سید ناصر این همه پول به تتلو کمک کرد. آخرین حرف تتلو این بود من رفاقت تو کار سرم نمیشه، من کار برام مهمه. عین جمله تتلو، من پول برام مهمه، رفیق برام مهم نیست. آخرین تماس و گروپ کال من و تتلو و سید ناصر. اوکی، حرفش الگو، سلطانتون حرفش الگو. کار براش مهمه، رفاقت براش مهم نیست. ما هم برامون البته کار مهمه، رفاقت مهم نیست. ولی یه سری آدم مفبر که بیرون گود نشستن و الان دارن از یه آدم حمایت میکنن و توی این 3 سال گذشته 1000 تومان هم به این آدم کمک نکردن. موضوع کمک مالی نیست، موضوع اینه که اینا اصلا نبودن. اصلا نبودن توی این 3-4 سال گذشته. اصلا تتلو، البته بگم تتلو اینا رو به تخم خودش حساب نمیکرد. بابا من پشمام ریخته. علی سلاپور توی این 3-4 روز گذشته همش پیگیر تتلو بوده. دیروز آقا یه سری چیزا رو آدما نمیان بگن، فکر نکنید اینا کسخلن. من که دارم از بیرون میبینم دیگه. دیروز علی سلاپور 10,000 لیر، حالا پول زیادی هم نمیشه ولی 10,000 لیر دیگه. آقا پول دیگه. داره تلاش کرده این پولو به دست آورده. 10,000 لیر فقط پول وکیل تتلو رو داده بود که دیروز وکیل تتلو بره از تتلو دفاع بکنه. بعد تتلو از اونجا آمده بیرون، گوشیشو گرفته دستش، به اولین نفری که فوش داده سلاپوره. این آدم معرفت و مرام سرش میشه. سلاپور که اصلا نمیاد این حرفو بزنه، ولی من دارم میبینم بیرون دیگه. من پیگیر همه این موضوعات هستم. از همتون هم پیگیرتر. ولی ببینید چیزا مرامی، یه سری چیزا معرفتی. این آدم مرام و معرفت سرش نمیشه. ولی با این حال من و امثال من مثل سید ناصر کسای دیگه در پشت پرده داریم میکنیم که این آدم اصلا دیپورت نشه ایران. اگه شده خودمون شکایت ثبت بکنیم، بگیم آقا ما فعلا شاکی این آدمیم که اون آدمو به خاطر شکایت ما نگه دارن. طرفدار گاو تتلو که اینو نمیفهمن، که گاو نبودن که طرفدار این آدم نمیشدن که. بعد تو میگی همه برین دهنت بابا، بشین سر جات بابا، تو گوز کدوم کونی. من اگه نمیام نشون نمیدم، نمیدونم یه سری موضوعات رو در جلوی پرده نشون نمیدم، دلیل بر این نمیشه که شما آدمای گنده‌ای باشید ما آدمای کوچیکی باشیم که. ولی از اون ورم اجازه نمیدم کسی بی‌ناموسی بکنه، دست رو ناموس مردم بلند بکنه. اجازه نمیدم که کسی بی‌احترامی بکنه به ناموس مردم. تو من باید بترسن حساب کار بقیه هم بیاد دستشون. بدونن من تتلو هم باشه یه خم و دو خم خاک ضربه دیگه، بقیه باید حساب کار بیاد دستشون. حاضرم جون از تنین کسان قسم که دیگه نده، اصلا من برای چه قسم بخورم؟ اصلا برای این موضوع شخصی نیست. اگه میخواستم این موضوع شخصی بکنم
1000 تا سند و مدرک و فیلم و این چیزا داشتم که بخوام پخش بکنم، ولی آدمش نیستم که بخوام این کارو بکنم. برخلاف تصور یه سری آدما، الان این با ما صحبت میکنه، صدای ما رو ضبط میکنه، ما رو میده بالای درخت و فلان اینا. میخواستم بدم بالای درخت، شما ته صفی. امیر تتلو ته صفه در مقابل آدمایی که من باشون در ارتباطم، من میتونم بدمشون بالا درخت. شما ته صفید. تتلو میشه نفر 100م. ببینید اون 100 نفر جلوی این آدم کیان. و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته، حال دل همه خوب باشه. من خودم آدمم که نسبت به این اتفاق ناراحتم، به خاطر اینکه ایران سوئیس نیست. یه آدمو بفرستن اونجا ممکنه که 1000 تا. دیروز تتلو به مثلا سلاپور گفته بوده که بلیط هواپیما بگیر من بخوام پخش بکنم. بعد من میدونم دیگه اگه این برای تتلو بلیط هواپیما بگیره، تتلو همونو میاد استوری میکنه، ببینید اینا برای من بلیط گرفتن میخوام منو بفرستن ایران. بازش توهمش اینه دیگه. عین همین آقا میگه که به من $100,000 پول بدید یا من نرم ایران. الان شرط تتلو اینه. آقای فایتر همیشه باخته، آقای فلانی که استوری میذاری تتلیتی یا مگه تتلیتی نیستید؟ مگه نمیگید ما میلیونیم؟ 100,000 نفرتون نفری $1 بدید، نفری 50,000 تومان بدید، این آدم پول داشته باشه. به جای لات بازی یا فلان بیسان مسیج دادن، آقا شما تتلیتی ها همتون یه ور، من و رفیقم سید ناصر یه ور، نصف اون $100,000 شما شتلیتی ها بدید، من نصفشو میدم، 50,000 تاشو میدم. این تتلو نمیگه من $100,000 میخوام. آقا $20,000 شما بدید، $80,000 من میدم. بس سید ناصر حرف نزنید، گوز بازی و لات بازی فعلا نکنید داداش. این کارا رو نکنید. اگر فکر میکنید تتلیتید، نفری 50,000 تومان $1 بدید به تتلو، کمک کنید همین الان بهش. فازماز هم ور نده، استوری هم نذارید، از این شروره هم نگید. گوز و ادعاتون نشه. من ادعا میشه $20,000 شما بذارید، $80,000 من. حرف آخر همینه. 2 تا 4 تا برید دنبال بازیتون. وگرنه تو این 3 سال گذشته که ما این همه به تتلو کمک کردیم، شما کجا بودید؟ ولی من خط قرمزم ناموس مردمه. کسی که دست درازی بکنه رو ناموس مردم افشاش میکنم. خیلی مخلصم.